نخو مادر این قدر تربیت کند. نه مادر بچگان مادر چسبیدی، مادر رو آزاد دادی، مادر رو رنج آوردی. زمانی تو کلام بشیدی شکمی و کلام بشید و درد بکرد، یک بار دعای بد بکرد دست بالای شکم میمام بگو پروردگار این فرزند من کامل شود، فرزند من درست شود، فرزند من سلامت به دنیا بیاید. زمان تو با فرمان پروردگار ثم سبیل یسره در تولدخانه شاید این مادر باهاش برم کردگی تولد وزنی، حالت وزنی تا جانش در این برابر تره با فرمان خدا بیرون می رود. طبیبا گفتن این فرزند شاید چپه است، نمیتانی آزاد تولدش کنی، راضی بود جراحا بیایی شکل منو پاره کنی تا که فرزندی برای سلامت به دنیا بیاری. زمان تولد میشدی 9 ماه رنج با دیدن چهره زنده تو فراموش کرد.